اسمت چیه تو؟ حمید قروی. چند سالته؟ 12 سال. درس بخونی؟ بله. اومدی جبهه چی کار کنی؟ اومدم با صدام بجنگم. به تو نگفتن سنت کمه؟ چرا؟ چطوری اومدی؟ به زور آمدم. چجوری به زور اومدی؟ حتی روی صندلی قطار قایم شدم بابا. الان خط دوم هستم بعد فردا بریم خط اول خط مقدم.